سلام به شما. امروز میخوایم یکم عمیق‌تر بشیم توی این موضوع که چطور بفهمیم اطلاعاتی که کامل نیستن چقدر میارزن. اطلاعاتی مثل پیشبینی هوا یا مثلا نتیجه یا آزمایش پزشکی. میدونید چیزایی که 100% دقیق نیستن هیچ وقت. منابعمون هم بخشی از یک کتاب در مورد تحلیل تصمیم گیریه. هدفمون اینه که ببینیم اصلا کی دنبال اطلاعات بیشتر گشتن فایده داره کی نداره و چطوری بفهمیم یه تیکه اطلاعات اصلا ارزشش چقدره. دقیقاً. نکته کلیدی همینه. ببینید اطلاعات بی‌نقص، اون چیزی که حالا بهش میگن پیشبینی دقیق یا clairvoyance، تقریباً هیچ وقت در دسترس ما نیستش. سوال اصلی اینه، اطلاعاتی که فقط خب تا یه حدی دقیقاً آیا میارزن که براشون هزینه کنیم، حالا چه پول باشه چه وقتمون؟ امروز با چند تا مثال جالب که تو همین منابع هست، مثل یه دستگاه پیشبینی بارون و یه آزمایش پزشکی، یکم این قضیه رو باز می‌کنیم. خب بیایید با همین مثال اولی شروع کنیم. اون دستگاه پیشبینی بارون اکمی. فرض کنید شما شنونده عزیز میخواید تصمیم بگیری یه مهمونی رو تو خونه بگیری یا تو حیاط. بعد یکی میاد یه دستگاهی رو پیشنهاد میده، میگه 80% دقیق پیشبینی میکنه هوا آفتابی یا بارونی. $10 هم قیمتشه. میخریدش؟ نکته خیلی خیلی جالبش اینه که جوابش میدونید کامل بستگی داره به خود تصمیم گیرنده. توی مثال کتاب یه شخصیتی هست به اسم کیم. این خانوم ریسک گرایه. حالا جالبه با اینکه اگه یکی پیشبینی 100% دقیق بهش میداد، حاضر بود حتی بیشتر از $20 هم بده، اما همین دستگاه 80% رو به قیمت $10 نمیخره. واقعاً با 80% دقت نمیخره؟ چرا آخه؟ چون وقتی میان حساب کتاب میکنن بر اساس اون سود و زیانهای احتمالی و درجه ریسک گریزی خودش میبینن این اطلاعات 80% برای کیم ارزش واقعیش مثلا حدود $8.80. خب طبیعتاً $10 نمیده پاش. چون اطلاعات دستگاه تصمیم نهاییشو فقط توی یکی از حالتها، یعنی وقتی پیشبینی آفتابی باشه عوض میکنه. و با توجه به اینکه ریسک گریزه، این تغییر احتمالی اونقدری براش نمیارزه که $10 هزینه کنه. آها، پس یعنی دقت بالا مثل 80% هم لزوماً کافی نیست. به چیزای دیگه هم ربط داره. چی مثلا؟ دقیقاً، همون بحث ریسک پذیری و شرایط خاص هر تصمیم گیرنده. حالا یه نفر دیگر رو تو همون مثال در نظر بگیرید، جین ریسک پذیرتره یا حالا میگیم ریسک خنثی. برای جین همین $10 کاملاً هم میارزه. محاسبات نشون میده براش حدود $11.19 ارزش داره. چه جالب! چرا اینقدر فرق میکنه؟ چون اطلاعات دستگاه برای جین توی هر دو حالت، یعنی چه پیشبینی آفتابی باشه چه بارونی، باعث میشه تصمیمش رو عوض کنه نسبت به وقتی که هیچی نمیدونست و به طور متوسط سودش بیشتر میشه. این قشنگ نشون میده که ارزش اطلاعات فقط به اون درصد دقتش نیست. خیلی به این بستگی داره که چقدر برای شما با شرایط و ریسک پذیری شما میتونه تصمیمتون رو بهتر کنه. این واقعا نکته مهمی ها. پس اطلاعات باید به قول شما مادی باشه، یعنی واقعا پتانسیل اینو داشته باشه که تصمیم آدم رو تکون بده. بله. و البته 2 شرط دیگه هم داره که توی منابع بهش اشاره شده. باید مرتبط باشه و اقتصادی. یعنی اولا خب معلومه باید به موضوع ربط داشته باشه. مثلا نتیجه پرتاب سکه چه ربطی به سرمایه گذاری تو نفت داره؟ هیچی. پس بی‌ارزشه. و دوماً ارزشش باید از هزینه‌اش بیشتر باشه. اگه اطلاعاتی حتی خیلی دقیق تصمیم شما رو عوض نمی‌کنه، یعنی مادی نیست، یا ارزشش از هزینه‌اش کمتره، خب دنبالش رفتن منطقی نیست دیگه. یه مثال دیگه هم بود که واقعا تکون دهنده بود. اون بحث آزمایش پزشکی برای یه ویروس خیلی خیلی نادر. وای، اون مثال. آره اون مثال خیلی چشم آدمو باز میکنه. فرض کنین یه آزمایش پزشکی داریم، دقتش 99%. یعنی هم 99% مواقع بیمارها رو درست مثبت تشخیص میده، هم 99% مواقع آدمای سالم رو درست منفی تشخیص میده. دقتش عالیه ظاهراً. اما خود بیماری خیلی خیلی نادره. مثلا از هر 400 نفر فقط 1 نفر واقعا این بیماری رو داره. حالا سوال اینه، اگه شما این تست رو بدی و جوابت مثبت بشه،
چقدر احتمال داره که واقعا بیمار باشی. خب عالم با شنیدن 99% دقت فکر میکنه احتمالا خیلی بالاست دیگه، نزدیکای 99% لابد، ولی حس میکنم یه گیری داره قضیه. دقیقاً همون گیره که مهمه. با اینکه تست 99% دقیقه، اگه جواب شما مثبت باشه، احتمال اینکه واقعاً بیمار باشید میدونید چقدره؟ فقط حدود 20%. چی؟ فقط 20%؟ با تست 99%ی چطور ممکنه آخه؟ دلیلش اون احتمال اولیه خیلی پایینه. 1/400. چون بیماری انقدر نادره، تعداد آدمای سالمی که جواب تستشون به اشتباه مثبت میشه، یعنی مثبت کاذب هستن، خیلی خیلی بیشتر از تعداد آدمای واقعاً بیماریه که جواب تستشون درست مثبت شده. در نتیجه حتی یه جواب مثبت هم نمیتونه خیلی محکم بگه شما بیماری. این قدرت عجیب احتمال اولیه است. پس یعنی همیشه باید احتمال اولیه رو کنار دقت تست گذاشت. یه تست فوق‌العاده دقیق برای اتفاق خیلی نادر، اگه مثبت بشه لزوماً فاجعه نیست. حتما. حالا این تست 99% رو بذارید کنار اون دستگاه پیشبینی بارون 80%. چطوری میشه ارزش این دوتا رو با هم مقایسه کرد؟ فارغ از هزینه‌شون. یه راهی توی منابع معرفی شده برای این مقایسه عددی. مفهوم احتمال معادل پیشبینی دقیق Equivalent Probability of Clairvoyance یا EPC. احتمال معادل پیشبینی دقیق یکم بیشتر توضیح میدید یعنی چی؟ ببینید، یعنی این اطلاعات ناقصی که شما دارید از نظر ارزشی که براتون ایجاد میکنه معادل چند درصد شانس برای گرفتن اطلاعات کامل و 100% دقیق، همون کلروینسه، به صورت رایگانه. مثلا برای کیم که ریسک گریز بود، اون دستگاه بارون 80%، EPCش حدود 47% بود. یعنی داشتن اون دستگاه براش همونقدر میارزید که 47% شانس داشته باشه یه پیشگوی کاملا دقیق و رایگان گیرش بیاد. این یه معیاره که کمک میکنه ارزش اطلاعات مختلف با دقت‌های متفاوت رو بذاریم روی ترازو. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از چیزایی که گفتیم و تو منابع بود، ارزش اطلاعات ناقص فقط به دقتش نیست، به احتمال اولیه ما از اون موضوع هم ربط داره، به اینکه خودمون چقدر ریسک پذیریم و خیلی مهم، به اینکه چقدر پتانسیل داره تصمیم نهایی ما رو عوض کنه، یعنی چقدر مادی هستش. بله، و همیشه اون 3 سوال کلیدی رو باید پرسید. اطلاعات مرتبط هست، مادی هست، تصمیم رو عوض میکنه، و اقتصادی هست، ارزشش به هزینه‌اش میارزه. نباید فقط گول درصد بالای دقت رو خورد، مخصوصا وقتی با احتمالهای اولیه خیلی پایین یا خیلی بالا سر و کار داریم، مثل همون بیماری نادره. و خب دیدیم که ابزاری مثل EPC هم هست برای مقایسه عددی ارزش این اطلاعات. و به عنوان یه نکته آخر برای فکر کردن برای شما شنونده عزیز، چطور میشه از همین ایده ها تو تصمیم‌های روزمره استفاده کرد؟ مثلا وقتی میخواید یه وسیله حتی ساده بخرید، چقدر وقت میذارید نظرات بقیه رو میخونید؟ آیا اون همه اطلاعاتی که جمع میکنید همیشه واقعا مادی و اقتصادی هستن یا گاهی اونقدر درگیر جزئیات میشیم که آخرش نه تصمیممون عوض میشه، نه اون اطلاعات به اون همه وقتی که گذاشتیم میارزید؟ یکم بهش فکر کنید.